سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوع خیلی جدی و مهم و نگاهی عمیق بندازیم به کیفرخواست سینکیانگ. تمام حرفای ما بر اساس منابع خیلی گسترده‌ای از اسناد لورفته گرفته تا شهادت بازمانده‌ها و حتی تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای. پس با ما همراه باشید. خب، برای اینکه این پرونده پیچیده رو بهتر بفهمیم، بحث امروزمون رو به 4 قسمت تقسیم کردیم. اول از همه میریم سراغ اتهام اصلی. بعدش 3 ستون اصلی شواهد رو بررسی میکنیم. در ادامه ادعاهای مطرح شده و جوابایی که بهشون داده شده رو میبینیم و در آخر هم میبینیم چه راههایی برای رسیدن به عدالت پیشنهاد شده. بسیار خوب. بریم سراغ بخش اول. اتهام اصلی. ببینید، کل این پرونده حول یک کلمه میچرخه: نسل کشی. این اتهام در واقع اساس و پایه تمام بحث‌های حقوقی بعدیه. خب، قبل از هر چیزی باید ببینیم اصلا نسل کشی از نظر حقوقی یعنی چی؟ طبق کنوانسیون 1948 نسل کشی فقط کشتار جمعی نیست، بلکه هر کاریه که با قصد نابود کردن یک گروه، حالا چه کامل چه جزئی، انجام بشه. این کلمه قصد خیلی مهمه. در واقع تمام تلاش این کیفرخواست اینه که همین قصد رو ثابت کنه. حالا سوال اینه که این اتهام به این سنگینی بر اساس چه مدارکی مطرح شده؟ جالبه بدونید که تمام شواهد رو میشه توی 3 دسته یا 3 ستون اصلی جا داد. بیایید با هم این 3 ستون رو بررسی کنیم. اولین ستون و شاید تکان دهنده ترین بخش ماجرا، شهادت‌های خود بازمانده هاست. اینها داستان‌های واقعی آدم‌هایی هستند که این شرایط رو تجربه کردن. این روایت‌ها به استدلال‌های خشک حقوقی یک بعد کاملاً انسانی میدن. ستون دوم شواهد مدارکی که از خود سیستم به بیرون درز کرده. این جدول رو ببینید. اینها دلایل رسمی بازداشت آدم هاست. پوشیدن روسری، درخواست پاسپورت، داشتن بچه‌های زیاد یا حتی کلیک کردن روی یه سایت خارجی. کارهایی که هیچ جای دنیا جرم به حساب نمیاد. و این اسناد فقط به همینجا ختم نمیشن. یه سری فایل به اسم پرونده‌های پلیس سینکیانگ لو رفته که توش بیش از 5000 تا عکس از بازداشتی‌ها هست. اما مهمتر از اون دستورالعمل‌های رسمیه. مثلا دستوری که میگه اگه کسی خواست فرار کنه، به قصد کشت بهش شلیک کنید. خب این دستور به تنهایی کل ادعای آموزشگاه داوطلبانه بودن این مراکز رو زیر سوال میبره. و اما ستون سوم، این ستون به ما ابعاد ماجرا رو نشون میده. فقط یه عدد رو ببینید، بیشتر از 380. این تعداد مراکز مشکوک به بازداشتگاهیه که فقط از طریق تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای شناسایی شده. این عدد به ما میگه که با یک سیستم خیلی گسترده و سازمان یافته طرفیم. خب، تا اینجا شواهد رو دیدیم. حالا بیایید بریم سراغ بخش بعدی و ببینیم روایت رسمی چیه و این اسنادی که بررسی کردیم چه جوابی به این روایت ها میدن. اولین ادعای رسمی اینه که اینها مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هستن، یعنی یه جورایی مثل مدرسه. اما منابع در جواب میگن صبر کنید. دیوارهای بلند، برج‌های نگهبانی، سیمخاردار و از همه مهمتر دستور شلیک به قصد کشت، اینها هیچ شباهتی به یه مدرسه داوطلبانه نداره. ادعای دوم اینه که کل این عملیات برای مبارزه با تروریسم هستش. اما وقتی به همون لیستای لو رفته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مردم به خاطر نماز خوندن یا سر کردن روسری بازداشت شدن، نه به خاطر بمبگذاری یا اقدامات تروریستی. و ادعای آخر این که اینها همش مسائل داخلی چینه و به بقیه ربطی نداره. اما نکته حقوقی مهمی اینجا وجود داره. کنوانسیون نسل کشی که خود چین هم امضاش کرده خیلی واضح میگه که نسل کشی هیچ وقت یه مسئله داخلی نیست. این یه جنایت بین المللیه و کل جامعه جهانی در برابرش مسئولیت داره. خب، با این همه شواهد و این استدلال‌ها، حالا سوال اینه که چه کاری میشه کرد؟ برای رسیدن به عدالت چه راههایی وجود داره؟ بخش آخر تحلیلمون دقیقاً به همین موضوع میپردازه. راههای پیشنهادی برای پاسخگو کردن عاملان. جالبه که این منابع فقط به طرح مشکل اکتفا نمی‌کنن، بلکه یه استراتژی چند جانبه هم برای اقدام پیشنهاد میدن. اول از همه تحقیقات در دیوان کیفری بین المللی یا همون ICC برای محاکمه افراد. دوم، بردن پرونده به دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ تا خود دولت چین مسئول شناخته بشه.
سوم، استفاده از یه اصلی به اسم صلاحیت جهانی که به دادگاه‌های کشورهای مثل آلمان یا اسپانیا اجازه میده وارد عمل بشن. و نهایتاً تحریم‌های اقتصادی هدفمند و ممنوع کردن محصولاتی که با کار اجباری تولید شدن. و اما میرسیم به یکی از تکان دهنده ترین مدارک این پرونده. این نمودار رو نگاه کنید. این نمودار تغییر نرخ زاد و ولد رو نشون میده. در حالی که در کل چین نرخ زاد و ولد حدود 13% کم شده، توی مناطق اویغور نشین این کاهش نزدیک به 49%، یعنی تقریباً نصف شده. این آمار وحشتناک به عنوان مدرک اصلی برای اثبات قصد جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه استفاده میشه که این خودش یکی از تعریف‌های دقیق نسل کشیه. و در آخر تمام این اسناد و منابع ما رو با یک سوال بزرگ تنها میذارن. سوال اینه: شواهد علنی شدن، شاهدا حرفاشونو زدن، مدارکم که لو رفته. حالا واکنش ما چی خواهد بود؟ این سوالیه که فکر میکنم تاریخ در موردش قضاوت خواهد کرد.